تراکتور 2 استقلال 1. کامبک تراکتور و جامی که از دست استقلال رفت. سلام بچه ها، اینجا کانال 1 و 2 من پوریا به همراه دانیال اومدیم تا راجع به فینال سوپر جام ایران صحبت بکنیم. خب دانیال چه خبر و اینکه فکر می‌کنم بخوای راجع به اهمیت سوپر جام صحبت کنی. شروع کن ببینیم چی داری. آره، اول سلام، خیلی خوش اومدید به 1 و 2. تحلیل بازی سوپر جامو داریم. راجع به بازی سوپر جام بخوام بگم، سوپر جام در واقع بازیه که بین قهرمان جام حذفی و قهرمان لیگ برتر اون هر کشوری برگزار میشه. از لحاظ اهمیت هم جام با اهمیتی هست. چرا؟ چون برای رسیدن بهش باید سدها و موانعهای دیگه ای رو ازش گذر کرده باشی، مخصوصا تو فوتبال ایران. یعنی یا باید قهرمان شده باشی یا توی یه سری از کشورها باید دوم یه تورنمنت شده باشی که وارد سوپر جام یه کشور بشی. پس در نتیجه چون ورود بهش یک مقدار مشکله، در نتیجه جام با اهمیتیه که توی ایران هم موقعی که به شکل حرفه‌ای برگزار میشه از سال 95 داره خیلی مداوم، روتین و حرفه‌ای برگزار میشه. پرسپولیس 5 بار قهرمان شده، استقلال هم تو رده دوم بعد پرسپولیس با 1 قهرمانی و 2 نایب قهرمانی. حالا راجع به این بازی که استقلال تراکتور بودش بخوایم صحبت بکنیم، استقلال به عنوان قهرمان جام حذفی وارد این بازی شد و تراکتور به عنوان قهرمان لیگ قبلی. بخوایم راجع به ترکیب استقلال صحبت کنیم، پوریا ترکیب استقلال رو برامون میشکافی؟ خب استقلال با ترکیب آدان که اولین بازیشو داشت واسه استقلال میکرد وارد زمین شد. آقاسی، سهرابیون و فلاح سه دفاع وسط و میانی استقلال بودن. رامی سمت راست بود و ابوالفضل جلالی سمت چپ ما بازی میکردش. اندونگ و چشمی هم که 2 تا هافک وسطمون بودن. کوشکی، مهران احمدی و آزادی هم مثلث خط حمله استقلال بودن. استقلال با ترکیب 3-5-2 بازی رو شروع کرد. حالا ترکیب تراکتور هم تو بگو تا ادامه بدیم. ترکیب تراکتور هم بخوام بگم، ادیب زارعی توی گلشون بود به جای بیرانوندی که محرومه. دفاع راست دانیال اسماعیلی فر و دفاع چپ محمد نادری. زوج دفاع وسطشون الکساندر سدلار و شجاع خلیلزاده. یه خط بالاتر شماره 8شون ایگور پوستونسکی به همراه اودیل خام روبکوف. یه زوج دیگه هافک تراکتور رو تشکیل میدادن. دوباره یه خط بالاتر بخوایم بریم مهدی ترابی و مهدی هاشمی نژاد بودن و تو بخش فوروارد هم امیرحسین حسین زاده به همراه دوماگوی دروژک زوج حمله تراکتور رو تشکیل میدادن. اما بخوایم راجع به بازی صحبت بکنیم، پوریا نیمه اول بازی رو چطور دیدی؟ یکم راجعش با همون صحبت کن. خب اول از همه راجع به ترکیب استقلال صحبت کنم که 3-5-2 بودش. توی دفاع 5 نفر می شدن. رامین و ابوالفضل جلالی برمیگشتن. خط دفاعی استقلال ارزش بیشتر میشد، ارزش 5 نفره میشد. آره، ارز دفاع استقلال 5 نفره میشد و تو حمله ها ابوالفضل جلالی و رامین رضایی از چپ و راست حمله میکردن، اضافه میشدن. موقع دفاع کردن مهران احمدی و علیرضا کوشکی به سمت دفاع کمک میکردن و ترکیب که اینجوری شروع شد. ولی خب من فکر نمی کنم که ترکیب استقلال حداقل تو بازیایی که احتمالاً بخواد دست بالاتر داشته باشه این باشه. یعنی احتمالاً همون 4-4-2 رو بازی بکنه یا حتی 4-3-2-1 مثلا بازی بکنه. ترکیب استقلال تو بازی که احتمالاً تیم مقابلش باهاش حالا همسانه یا حتی دست بالاتر رو داره تیم مقابل، فکر میکنم همین 3-5-2 باشه. چون اصلا شکل بازی ساپینتو این شکلی نبود. یعنی اون موقعی که تو اون مقطعی که تو استقلال بودش از بالا پرس میکرد. امروز کلا داشتیم ما از وسط زمین پرس میکردیم. و خب حالا بریم داخل بازی. ببین داخل بازی که بخوام بهت بگم، اصلا کلا جریان بازی و فوتبال هم استقلال هم تراکتور تو نیمه اول اصلا شکل نگرفت. خب دلیلش شاید به خاطر این باشه که اولین بازی فصل بودش
هم آماده نبودن بازیکن‌ها، هم تاکتیکا نشسته بود رو بازیکن‌ها. همین که استقلال خیلی گل زود هنگامی زد، یعنی همون اوایل بازی بود دیگه، 10-12 بودش که استقلال به گل رسید. بازی هنوز شکل خاصی نگرفته بود و در ادامه 45 دقیقه اولم اونقدر بازی شکل قشنگی نداشتش. راجب گل بخوام اگر بهت بگم، خب حرکت عالی مهران احمدی بود، یکی دو نفر رو دریبل زد، از وسط زمین حرکت کرد و مهدی هاشم نژاد روش خطا کرد، خطا رو رامین زد، فرستاد و روزبه چشمی توپو وارد دروازه کرد. اشتباه فاحش ادیب زارعی، گلر جایگزین بیرانوند بود که تو خروجش ناموفق بود و استقلال به گل رسید. و از اون عجیبتر آفساید گیری شجاع خلیلزاده بود که آفساید رو پر کرده بود و خیلی راحت استقلال به گل رسید. ببین کلا تراکتور تو نیمه اول حداقل عجول بودش و تصمیمای سریعی میگرفتن که خب هیچ کدومشون موفقیت آمیز نبود. ما اگر نگاه کنیم توی نیمه اول اصلا اسم دورژک اصلا به چشم نیومد، یعنی اصلا بازیش به چشم اومد، اسمش رو گزارش کرد، اصلا فکر نمی‌کنم دوباره حتی گفت. و اینکه کلا انگار تو شوک فرو رفته بودن بعد از گلی که خورده بودن. استقلال هم خط دفاعیش رو کشید عقب‌تر و با تعداد بالا داشت دفاع می‌کرد. توی ضد حمله ها شروع می‌کردن موقعیت ایجاد کردن، فرصت واسه خودشون درست می‌کردن. مهران احمدی، علیرضا کوشکی، این دوتا خیلی خوب دریبل زنی می‌کردن. اندونگ خیلی خوب توپا رو پاس میداد به این دوتا و توی ضد حمله ها استقلال می‌خواست به موقعیت برسه. و نیمه اول تقریبا همینجوری تموم شد. استقلال کلا یه دونه ضربه به چارچوب داشت و تراکتور هم که فکر نمی‌کنم مثلا ضربه به چارچوب زد تو نیمه اول. یه دونه فکر کنم اوایل بازی بود، اون دقایق اول بود که من ندیدم. نه تو چارچوب نداشتش. آره ولی خب نبود آلوز هم خیلی توی خلاقیت خط هافک تراکتور تاثیرگذار بود، هم تو نیمه اول هم تو نیمه دوم. حالا من نیمه اول گفتم، نظر تو راجع به نیمه اول بگو تا بریم شروع کنیم به نیمه دوم. ببین نظرم بخوام راجع به نیمه اول بگم، حالا جدا از صحبت‌های تو بخوام موضوع متفاوتی رو باز کنم، اینه که نیمه اول چیز خاصی رو نداشت جز صحنه گلی هم که بازم از روی ارسالای رامین رضاییان شکل گرفت. در واقع میتونم بگم حالا طبق صحبتی که تو کردی که بازی‌هایی که میخواد رو به جلو بازی بکنه 4-4-2 استفاده میکنه استقلال و دیگه 3 دفاعه بازی نمیکنه. من اسم میکنم بهترین جایی که میشه از رامین رضاییان بازی گرفت همین پستیه که امروز بازی کرد، یعنی وینگ بک، چون که بکاپ داره برای پشتش و اگر خیلی جلو رفته باشه میشه پشتش جمع کنه، مگر اینکه یه هافک بازی کنه کامل. این نظرم راجع به شماتیک اولیه استقلال. و به جز حرفای تو بخوام بگم که تراکتور بیشتر داشتش آنالیز میکرد استقلالو نیمه اول تا نیمه دوم پرقواتر وارد جریان بازی بشه از نظر من. حالا بخوایم آمار بازی هم بگیم، به نظرت استقلال خب نیمه اول بهتر از نیمه دومش بود، ولی اونقدر خوب بودش که بتونیم مثلا بگیم که تو نیمه اول شایسته برد بودش استقلال؟ ببین کلا اگر بخواید نیمه اول نگاه کنی، گفتم به خاطر گل زود هنگامی که استقلال میزنه اصلا جریان بازی شکل نمیگیره. یعنی استقلال از وسط زمین داشت قبل از گلش داشت پرس میکرد، وقتی گل زد دیگه اصلا حتی پرس هم نمیکردن، کامل خط دفاع کشید عقب و به خواسته خودش رسید در خراب کردش. آره بازی رو خراب کرده بود واسه تراکتور و تراکتور هم نمیتونست هیچ کاری بکنه. یعنی تو نیمه اول عملا تراکتور موقعیت خوبی نداشتش که بخواد دروازه استقلال تهدید کنه. حالا من میگم بریم راجع به نیمه دوم هم صحبت بکنیم. راجع به نیمه دوم تغییرایی که تراکتور داد و دراگان داد این بودش که شروع کردن از عقب بازی سازی کردن و خب استقلال فشار نمی آورد رو خط دفاعی
تراکتور، چون عقب‌تر اومده بود خط دفاعش، نمیخواست فاصله بین خط هافک و خط دفاع زیاد بشه. تراکتور هم از عقب شروع کرد به بازی سازی کردن و همینطور نادری و اسماعیلی فر از راست و چپ بیشتر اضافه می‌شدن، با خیال راحت داشتن اضافه می‌شدن و خب تونستن موقعیتایی هم درست کنن. این دورژکی که بهت گفتم تو نیمه اول هیچ اسمی ازش نمیومد، تو نیمه دوم سعی می‌کرد به راست و چپ باز بشه مهاجم نوک تراکتور تا بتونه توپ بگیره، برتری عددی ایجاد بکنن تو راست و چپ و بتونن موقعیت سازی بکنن، که در نهایت هم اونقدری جواب نگرفتن از این سیستمه. میگم بازی دوتا تیم مثلا شکل نگرفته بود، انگار هنوز تاکتیکا نشسته بود، با اینکه حالا تراکتورم تقریبا همین نفراتو داشته پارسال و مربیش هم تغییر نکرده، ولی زیاد موقعیت خاصی نتونست ایجاد بکنه. یه دو سه تا توپ بودش که آدان گرفت و اونقدر هم موقعیت خفنی نبودش. حالا اینجا که بحث آدان شدش، بذار یه صحبت راجع آدم بکنیم که واقعا نمایشش درخشان بود. 3 سیو فوق‌العاده رو داشتش توی بازی که واقعا نمره قبولی میگیره توی بازی اول از نظر من. نه به نظر من اصلا، حالا میرسم بهش که چرا نمره قبولی نمیگیره و اینکه اگر حسینی هم بود این توپا رو میگرفت خیلی راحت تر از آدان. حتی نباید حالا ما زیاد تعجب فکر کنم میخوای راجع به گل دوم صحبت بکنی. دقیقاً راجع به گل دوم که حالا میرسیم حالا بهش. من مخالف تو هم، ولی حالا میرسیم بهش. آره میرسیم بهش. چیزی که واسه من خیلی جالب بود، من خودم دقیقه 60 داشتم به این فکر میکردم که خب وقتشه که محمدرضا آزادی تعویض بشه و نازم بیاد تو زمین که خط دفاع تراکتور رو روش فشار بذاره، نذارن اونا بازی سازی بکنن، یعنی پرس بکنه و اجازه نده، چون محمدرضا آزادی یه مقداری خسته شده بود و اینکه همین که میتونست سر بزنه، نگه داره توپو، وقتی از عقب زمین توپو میفرستن واسه آزادی، توپو نگه داره بیاره زمین. آزادی خسته شده بود، من فکر میکردم نازم بیاد خیلی بهتر میشه شرایط، اما نمیدونم حالا به خاطر سیستم بازیش بود یا اینکه اصلا کلا از نظر جسمانی زیاد خوب نبودش که اصلا نتونست این کارو بکنه، نه فشار می آورد به خط دفاعی تراکتور و نه توپا رو نگه می‌داشتش. بر راجب گلی هم که حالا استقلال خوردهش، یه چیز دیگه هم اضافه کنم، تراکتورم دید که سیستمش جواب نمیده، یعنی دورژک داشت به چپ و راست اضافه میشد که برتری عددی ایجاد بکنه، اما تعویضش که دید جواب نمیده این سیستم، دورژک رو تعویض میکنه، اشتراکا رو میاره تو زمین و بازم این سیستم جواب نمیده و خب کاملا استقلال روی اشتباه فردی گل میخوره، تو تایم بدی هم گل میخوره، دقیقه 85 دروازش باز میشه و استقلال گل اول خوردش. حالا نظر تو چیه؟ به نظرتون پنالتی بود و اصلا میتونست مثلا نگیره اون پنالتی؟ ببین یه خط برم عقب‌تر راجع به تعویض این مهاجمشون اسمش اشتراکالی بخوام صحبت بکنم، یه نفس جدیدی آورد، یعنی تاکتیک همون بود، جوابم نمیداد به قولتون، ولی یه نفس جدید روی دفاع خسته استقلال اضافه شد و همین چابکی و زیرکی که تو نفست بالاتر، چابکتری الان و فرستر میتونی حرکت بکنی، همین باعث اشتباه فردی دفاع استقلال شده از نظر من که سامان فلاح اگر اشتباه نکنم اون اشتباه هند رو بکنه. ببین هند شاید تو نگاه اول سامان فلاح هند رو کرده، درست دارم میگم؟ آره درسته آره. شاید تو نگاه اول بگیم سختگیرانه بودش یا وی‌آی‌آری بود، ولی چون دست کاملا کنترل شده بود، کوچکترین تاچی اگر توپ با دست برقرار میکرد داور محکوم به پنالتی گرفتن بود و اون تاچه همونطور که تو وی‌آی‌آر هم نشون داد برقرار شد. خب این اشتباهی بود که سامان فلا تو اون موقعیت انجام داد، نباید انجام میداد. حالا نظر تو چیه راجع به پنالتی؟ به نظر منم میتونست پنالتی باشه، یعنی اگر من داور بودم، این صحنه 50-50 بود، ولی من اگه داور بودم پنالتی میگرفتم، چون دقیقه‌ای بودش که حساس بود. اصلا اون دست هدایت شد به سمت توپ، اونو هر داوری پنالتی میگیره طبیعتاً و این که امیرحسین حسین‌زاده به بهترین شکل ممکن، در واقع تیبو کورتوا هم اگر پشت اون
توپ وای میستاد به عنوان گلر بازم اینو میخورد، انقدر که این پنالتی قشنگ. آره خب پنالتی رو که خوب زد خدایی. بعد اینکه حالا روی میگم اشتباه فردی بود. باز اگر بخوایم تحلیل کلی بگیم بازی تو جریانش هیچ اتفاق خاصی نمیفته. رو گل دوم هم که اونقدرها باز میگم باز سر اشتباه فردی بود. توپو میزنن زیرش، اون که باید بیاد سر بزنه نمیاد سر بزنه، فکر کنم نازون نمیاد سر بزنه. توپ دو رو میرسه به بازیکن تراکتور. سهراب آقاسی و فلاح با همدیگه میرن اونجا واسه سر زدن. سر اول بازیکن تراکتور میزنه، توپ میفته پشت اینا. توپ که میفته پشت اینا، ببین آرمین سهرابیان مقصر بودش روی این گل، ولی به همون اندازه آدان هم مقصر بود. به نظر من گلر باید گلر میومد جمع میکرد. یعنی سهرابیان هم تو ذهنش این بود که الان آدم میاد جمع میکنه. گلر باید موقعی بیاد جمع کنه که متوجه بشه دفاع جا مونده. سهرابیان جلوتر، یعنی عقب‌تر از اشتراکالی بود. چطوری میتونه این اتفاق بیفته؟ ببین الان سهرابیان خط آفساید پر کرده بود، پشت اشتراکالی بود. خب این وقتی این میبینه پشت اونه معلومه گلر جلو نمیاد. انقدر آروم آروم این منتظر بودش تا آدم بیادش، خب اون رفت فرار. آره دیگه، ولی خب میدونی مثلا حسینی بود احتمالا این توپو نمیخورد. یعنی چون حسین، من نمیدونم آدان سوپر هست یا نه. از نظر من 80% تقصیرکار اون گل آرمین سهرابیان بودش. یعنی اگه قرار باشه به آدان تقصیر بگیری هم 20% بیشتر نیست. به نظر من حالا گلر باید سویپر باشه دیگه. من نمیگم که سهرابیان نه روی این توپ، یعنی ما سویپر داریم تا سویپر، ولی از نظر من روی این توپ نه. حالا بچه‌ها کامنت بذارن، شما هم بچه‌ها نظرتون رو بدید این پایین که واقعا آدان تقصیرکار این گل بودش یا آرمین سهرابیان. از نظر من تو این سنه تو این موقعیت کاملا آرمین سهرابیان مقصر. آره دیگه، حالا در نهایت میگم باز روی اشتباه فردی، همونطور که استقلال تو نیمه اول یه گلشو یعنی تک گلشو روی اشتباه فردی ادیب زارعی و شجاع خلیلزاده میزنه، روی دوتا اشتباه فردی هم گل میخوره و استقلال بازی 2-1 میبازه. ولی خب زوده بخوایم الان راجع به شکل بازی دوتا تیم صحبت بکنیم. هنوز بازیکن‌ها جا نیافتادن، هنوز نمیدونیم ساپینتو چی میخواد از تیمش. بازیکن‌های جدیدش تازه بهش اضافه شدن. الان همین عدم هماهنگی بین سهرابیان و آدم به خاطر اینه که اینا حتی نمیدونم حتی 3-4 جلسه هم کنار هم دیگه تمرین نکردن و خب زوده بخوایم تصمیم بگیریم. ولی در کل که بازی اینجوری تموم شد و تراکتور قهرمان شد و من تبریک میگم به طرفدارای تراکتور. حقشون بود بازی رو ببرن واقعا. بله 100% تبریک میگم به طرفدارای تراکتور و به هوادارهای استقلال هم میگم که هنوز نه هیچی شروع شده نه چیزی تموم شده. اولین بازی فصل بودش، اولین جامی بودش که توی پیش فصل برگزار میشد. به هر حال از دستش شدن، تراکتوریا به دستش آوردن. راجع به بعد بازی هم بخوایم صحبت بکنیم، از نظر شما بهترین بازیکن زمین کیه؟ شما اول کامنت کن. و پوریا به نظر تو بهترین بازیکن امشب کدوم بازیکن بود؟ احتمالاً اشتراکال دیگه، ولی اگر اشتراکالی این توپو گل نمی‌شد استقلال بازی رو می‌بردش، به نظر من بهترین بازیکن چشمی بود. از نظر تو چشمی؟ منم از نظرم اشتراکالی. اشتراکال اگر اشتراکال اگر اون گل رو نمیزد و تراکتور بازی رو نمیبرد چشمی میشد. یعنی بهترین بازیکن استقلال چشمی بود، بهترین بازیکن تراکتور اشتراکال. از نظر منم اشتراکالی بود. بعد بازی هم که اسکوچیچ اول که کل بازیکن‌های استقلال و مربی استقلال من مصاحبه‌ای ازشون ندیدم، فکر می‌کنم مصاحبه‌ای نکردن. بعد بازی هم اسکوچیچ توی جشن قهرمانی به تاج دست نداد. یه نکته جالبی بودش که سر داستان‌های جام جهانی و برکناریش و اینا مشکلاتی با هم داشتن و اینکه اسکوچیچ گفتش که هر کسی که لایقه تو ترکیب قرار میگیره. یه سریا یه انتقادایی کرده بودن که چرا یه سری از بازیکناشو توی ترکیب قرار نمیده. اسکوچیچ خیلی سفت جوابشون رو داد که از نظر من هر کی که لایقه توی
ترکیب قرار میگیره. نظرت پوریا توی یه جمله راجع به ادیب زارعی میشه بگی؟ از نظر من خروج اشتباه و یه جایی سر گل اول اسم میکنم دل تریتوریا برای بیرانوند تنگ شد. ببین کلا که نمیشه روش یعنی راجبش فکر کرد و نظری داد، چون کلا یه توپ اومد سمت دروازه‌شون، توپم گل شد و استقلال هیچ توپی به سمت چارچوب نزد، هیچ ضربه‌ای به سمت چارچوب جز اون ضربه نداشتش، تا همونم گل خوردش. هنوز زوده بخوایم نظری راجب ادیب بدیم، گل جوونیه دیگه. خب دیگه کم کم برنامه رو ببندیم. امیدوارم که از این برنامه خوشتون اومده باشه. ما رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو هم بزنید. هم از این ویدیو به بعد قبل بازی داریم، هم بعد بازی داریم، تحلیل بازی مهم رو داریم. با ما همراه باشید. بله، پنجشنبه هم فکر میکنم یه ویدیو داریم راجع به جدایی حسینی و آمدن آدان که خیلی داغ و جنجالی. حتما پنجشنبه اول کانال ساب داشته باشید که اون ویدیو هم دست ندید. از طرف من خداحافظ.